سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. تا چند دقیقه دیگر در این برنامه درباره جریمه برای نداشتن نقاب طبی در تاجیکستان صحبت میکنیم. زمین های خشک و زیرت های تشنه‌لب در مسچا را میبینیم و شکایت ساکنانش را میشنویم. والیبال مهاجران تاجیک و ازبک در کراسنودر را تماشا میکنیم و کار زنان تاجیک در کره جنوبی را هم میبینیم. از ویدیو یک ساکن ناحیه مسچا شروع میکنیم که از خواجگی دهقانی حاجی امیر فرستاد و شکایت کرد که بنابر تقسیم ناعادلانه آب کشتزارهای زیادی آنها خشکیده است. مؤلف ویدیو خودش نقل میکند که آنجا چی میگذرد. نه رادیو آزادی نه کانال رو بینید که چخل رایون مسچا چه عذاب دارد، چه دهقانا عذاب دارند، چه زمینا سوختگیان، پخته سوخت، یا بیده سوخت، لبلوه سوخت، تربوز سوخت، فامیدار سوخت، کرچکه سوخت. منو ببینید، انا همین رو یهون کس هایمی یکی دهقان که عذاب کنه آبه نه آب فروخته شد گیاه. ویدیو جالبی دیگر نیز داریم که همراه میبینیم، ولی حالا درباره قانونی نوی در تاجیکستان صحبت میکنیم که بر اساس آن از این بعد برای اجرا نکردن دستور پوشیدن نقاب طبی ممکن است جزا بدهند. وکیلان مردمی گفتند که قانون برای راه ندادن به گسترش کرونا ویروس نو مهم است. یک کاربر رادیو آزادی نظرش را درباره اهمیت حیاتی داشتن نقاب طبی در زمان پاندمی کرونا ویروس گفت که اول آن را میبینیم. اپا خواهر و دودر را از شما احترامونه خواهش میکنیم نقاب پوشیده بگرده تا اینکه این بلای چی را ما از سر بگذرانیم، تا اینکه ما توانیم که به نزد پدر و مادر خود برگردیم. من طوری 4 سال می شود که در فدراسیون روسیه قرار دارم. این سال میخواستم که به تاجیکستان برگردم، اما تمام راه ها بسته شد. برای همین از همه خواهش میکنم که ماسک کشیده گردند تا اینکه این بلا رو ما زودتر از سر بگذرانیم، تا اینکه ما توانیم که به مثل گذشته که وقتی که میخواهیم به تاجیکستان برگردیم و که وقتی که میخواهیم ابرد اومده به فدراسیون روسیه کار کنیم و زندگی خود رو پیش بریم. بر اساس قانون نوی در تاجیکستان برای نداشتن نقاب در جایهای ضروری ممکن است که یک نفر را کمش از 100 تا به 300 سومانی جریمه کنند. حالا بحث زیادی در این باره در وبسایت رادیو آزادی، صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام ادامه دارد. کاربری که خود را قیام معرفی کرده است در وبسایت ما نوشته است برای نقاب نداشتن 2 روز کردند. روزهای اخیر آدمان بی نقاب در کوچه ها زیاد شدند. آنها نه در فکر خود و نه در فکر دیگران هستند. دانیار 007 در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است که مردم خودش میداند که باید نقاب پوشد، اما مسئله مهمتر است. او نوشته است با پول نیست از کجا جریمه سپاریم، نقاب را 50 درمی کنید، زود خریده عوض کنیم. از قیمتی مردم یک نقاب را تا دریدنش میپوشند چون که مجبورند. مگر نمیفهمید یک بار نشسته درباره مردم هم اندیشه کنید. کاربر با نام وطن هم عین نظر را دارد که در وبسایت رادیو آزادی چنین شرحی گذاشته است. اقدام خوب، لیکن حکومت قانون را که قبول کرد شرایطش را هم مهیا کند. مثلا همین نقاب ها را ارزانتر فروشند چون که موافق قاعده نقاب را باید چند ساعت استفاده برند و خلاص. بعضی آدمان را میدانم هفته ها یک نقاب را استفاده میکنند. میگویند من پول ندارم که در یک روز چند بار 5 سومانی نقاب خرم. شرافت جواکووا در صفحه ما در فیسبوک هم شرح با زبان روسی گذاشته و گفته است این قانون ها با کی در کار است وقتی نصف مردم کشور بیمار شده و در خانه از حساب خودشان معالجه گرفتند. بهتر است درباره آن فکر کنید که چگونه به مردم در این وضع مشکل کمک رسانید. برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما و به سراغ زنان تاجیک می رویم که در کره جنوبی به کار مشغولند. یکی از آنها ویدیوی جالبی را به ما فرستاد و همراه می بینیم که آنجا بانوان تاجیک چی کار می‌کنند. ما در کره جنوبی هستیم. امروز کار آمدیم و شفتالو این شهری که ما هستیم در اینجا قریب 80%ش و خواجگی دهقانی، زمینکاری، شالیکاری. امروز آمدیم شفتالو وزیر زمانیده ما را گفتن که باید اندازه پاکتا بوده پاکتا خطی محکم میکنیم هر یک تایی همین را تا اینکه چی نشد توان شد و اینجا هم بارانگری بهت بسیار است. محکم میکنیم تا وقتی پختن نشه.
در واقع سالهای اخیر مهاجرت کاری تاجیکان نه تنها به روسیه بلکه به کشورهای دور به مثل کره جنوبی هم زیادتر شده است. این ویدیو که می‌بینید از کراسنوداری روسیه به دست ما رسید و ویدیو را خود مؤلفش شرح می‌دهد. والیبال بازیکنان بچه‌ها در کارانتین بیستش در این طرف فوتبال بازیکنان این نوار در شهر کراسنودارسکی کرای بچه‌های تاجیک و ازبک در حالت کارانتین با والیبال مشغول هستند. حالا یک ویدیو بسیار زیبایی را می‌بینیم که از تاجیکستان فرستادند و گفتند می‌خواهند به مهاجران دور از وطن نشان بدهند. ویدیو را یک ساکن لخش پهناور گرفته فرستاد و ادامه برنامه را در اختیار این ساکن بخش لطف‌الله می‌گذاریم. سلام علیکم. اینجا نویه لخش دهه سیرون. اینجا نامش نونبای. اینجا ایلوقه. اینجا مردم کارتوشکا شوندگن. اینجا کشه بالای مول. آنو طرف توچکو بوده، نویه توچکو بود. این غریب بچه ها تماشا کنی. کوهستانه. او پرده مول اونجا. اینجا چکریه نشون میدین. این چکریه. اینها چکریه پیشه. یه فقط ترون دیگه این چکریه پیرشتن سامشتن. اینجا دریا سرخاب. تشکر زیاد به لطف‌الله برای ویدیو زیبا و به همه شما که آزادی آنلاین را می‌بینید و می‌نویسید. تلفن قبول ویدیو و عکس و خبرهای شما همین است که می‌بینید. با واتساپ، وایبر و تلگرام و ایما و وبسایتی که می‌بینید برای دریافت خبرهای تازه است. صحت و سلامت باشید و تا دیدار در برنامه دیگر.